هم نشانه است، آگاه است، هشدار کننده است. یعنی که مرگ کسی را که ببینی آگاه شو که شاید بعد از این نوبت تو باشه، یعنی که آماده بینید این تنهایی منطقه. و برای مثال هر کدام ما و شما عادت داریم به کجای سفر کنیم، و سفر مسافرتی مهنتی باشه، برای کار باشه یا برای دمگیری و خوراک باشه، برای تبابت باشه، برای حج باشه، هر نیتی که اگر داشته باشیم پیش از این که از خانه میبراییم همون نیت ما معلوم است و میدونیم که رفت آمد ما چند قدر خراجات داره، چی باید کرد، چی توشه با خود گرفت که در این راه رفت و بازگشت، یعنی که عذاب نکشیم، مشکلی سر ما نیاید. ولیکن این سفری که بمانند تمثیل حج است که حاجیان میروند به امید و عبادت و بهترین مکان، یعنی که به لباس خاص، همون لباس هم همین کسی که سفر میکنه میپوشد، ولیکن حاجی ها را خدا نصیب کنه برگردن لباس را میبرارند. در رفتن حاجی ها همه خویشاوند خرسند و خوشنودند، در رفتن مرگ لباس سفید میپوشد او دیگر نمیبرارش، خویشاونداش خرسند نیستند. یعنی که انمی نمود برای ما و شما مسئله است. این رفتنی رفتی و بازگشت برای هر کدام ما و شما هست. برای انمی رفتن بی بازگشت توشه در کار که در جایی که ما نیستیم اون معقتا است. یعنی که حیات برزخی هر یک انسان سرش حیات میگذره، حیات دنیوی موقت است، حیات برزخی هم موقت است، حیات ابدی یعنی بعد از نشر و حشر، یعنی که زنده شدن، از باز خواندن، از سوال جواب دادن، از مکافات اعمال گرفتن، حیات دائمی می شود، یعنی قیامت ده. برای حیات دائمی توشه بودن در کاری در مقصد که اندازه نداره ایستادن ما و شما، برای او راحت بکنیم، برای او چی بکنیم؟ مقصد که عذاب نکشیم، که اون تحفه ما میتوانیم در تمام گوشه زمین او را دریابیم و بیشتر توشه خوبتر و ارزنده‌تر و قیمت بهادرتر همین مکانی که ما و شما قرار داریم با نام خانه خدا بیشتر در میابیمش. برای که پیامبر کرام صلی الله علیه وسلم فرمود اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا له، و باغ از باغ‌های گذشته از باغ‌های جنت از او استفاده ببرید. این حدیث دو بار این من میگم و اشارتی دیگر پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت این بیوت فی الارض المساجد، خانه های من در روی زمین انمی مسجد است. کسی به باغ گذشت، کسی به خانه خدا گذشت، خداوند ذات است که ما و شما را خلق کرده است. هم آنچه که در عالم است از خوردنی و از استفاده می‌برد یا همش مال خدا است، در اختیار خدا است، برای بندگان خدا است. و همین وقتی که خانه و دولتدار و دارنده مهمون میشوید او که بهترین تعام بهترین خوردنی ها را میارد. و اگر این همین را تصویر بگیریم که خانه خدا برای ما بهترین نعمت می‌دهد. بهترین نعمت این چی است از خدا؟ استغفار، خدا را توبه کردم، گناهی زیاد دارم، گناه ما ببخش، گناه ما ببخش، خدایا عذاب امته، خدایا داخل جنت تو، خدایا از دوزخ نجات امته. همین هدیه‌هایی که خدا می‌کرد دیگر یاران اول قدرت و توانگر و دارا دادت نمیتونن. برای انمی بیاد انمی سفری چون مادر بالات می‌بیاید فکری همون را بکن و امین بهترین مکان، یعنی از باغ‌های جنت به خانه خدا بیا، به خدای خود راز بود، مهمان خانه خدا بشو پیش از اینکه مهمانی بیارند، یعنی پیش از اینکه میارند خودت بیا رای خانه خدا تریاو، با خدای خودت راز بود پیش از اینکه دیگران برای تو راز میگن. یعنی جنازت میخوانند اللهم اغفر لحینا و میتنا، خدایا مرا ببخش، زنده های ما را ببخش، مرده های ما را ببخش. در حق ما و شما دعا میکنند پیش از این خودت بیا در حق خودت دعا کن اللهم اغفر لی و لوالدی، خدایا من ببخش و پدر مادرم که پدر مادرم سبب به دنیا آمدن من است.
یعنی دعای دیگر برای بکن. همین یعنی که درس است، پند است. گفتیم که به خاموشی خودش پند میتید، درس میتید، موعظه است که هشدار باش. عاقبت همین است. اگر بینی تمر خیز را تا دامن دنیا، آخری دم چنان باشد که او را در گمان بینی. اگر به مانند خیز را که به عقیدت تا آخر دنیا را زنده است، اگر همون را که بینی عاقبت چون میکنی، شربت مرگ میچشی، عاقبت بازگشت داری، عاقبت کتاب داری، عاقبت مکافات مجازات منتظری هست. برای همین انسان عاقل حرکت بکنه که باید چی؟ یعنی که فریخته این دنیا نشود. دنیا خودش مغرور میکنه، انسان فریخته میکنه، ولیکن خداوند برای ما شما عقل داده است. از عقل ثمرناک استفاده بکنن در کار است. یعنی که چه همه راه‌های حل است. لا رتبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین. یگان چیز در خشکی و در بحر و دریا برای نفع مردم، برای خلاصی مردم، برای نجات مردم، برای فایده مردم باشه نیست چیزی که در قرآن خدا او خبرش نکرده باشه. و این وارثان پیامبر و صاحبان قرآن برای ما و شما نگفته باشند. ولیکن عقل و هوش بیدار در کار که او را ضبط کرده با خود گرفتن مقصد که تیاری دیدن در کار. برای همین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید یتبع المیت ثلاثه. انسان دنبالگیری میکنه، رفیقی میکنه و انسان در دنیا رفیق همین سه چیز است. همین رفیقا را انسانی با عقل وقتی که به یک کس دوستی میکنه، رفیق میکنه، او را می آزماید، میسنجش که همین رفیق در حالت مشکلی و سختی من در طبق من هست و در من میخوره یا نمیخوره، چی نمود است، همین را میسنجن. اما سه رفیق پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ما شما هشدار کرده است. همونا کدوم از پیروی میکنن مرده را در زندگی هستند که با هوای مرده هست و کدومش با وفاداری میکنن. میگه که و یبقی واحد و یرجع اثنان یتبع اهله و ماله، یتبع اهله و ماله و عمله. با ما هستن فرزندان همه کاری میکنیم، دروغ میگیم، فریب میکنیم یا مقصد که محنت میکنیم، عذاب میکشیم تا که فرزندان ما عذاب نکشن. در زمستان گرمک باشن، در تابستان سلطنت باشن، گرسنه نباشن، متهم و محتاج نباشن. و عملمون چی نمود؟ عمل است، عمل خیر ثواب است. یعنی که خواهی نخواهی یک کار وقتی مشغول بشوی. و دیگر این چی هستن؟ یعنی که مال و دولت دنیا. همین رو دوستای با شما مال و دولت دنیا بار ای حدیثه پیامبر فهمیده که برای هر یک چیز یک پرسش باشه، برای دارایی و دولت دنیا دو پرسش است. از کجا به دست آوردیش و در کجا صرفش کرده. همین ها برای مثال هر کدوم میدونه که مرده که جنازه‌اش اشتراک میکنه همین سه دوست معلوم است. هم زن و فرزندا دوستا به مسجد به سر منزل میدونن، مال و دارایی اون در بالا لباسای پشمت جمعه که یه هم بالا عبادت نکشیدش برای نشانگیه. این نمیشه که جمعه و جهنک که عبادت کرد همون را بالاش بشونه که نمازی هست. او شاهدی بکنه که همین آدم اهل همین هست. در حال میرون عبادت جمعه نم توقی نم میخرن میگن یکی شهرش میبرن. این خطاگاه مردمی میده اسراف خودش. خب لباس مون کتیب میرود و عمل و همه مشاهده میدونن که با چی عمل طرف شده ای که دوستا بدونن چی پوشیده است از خداوند متعال، چی پوشیده است از کرام کاتبین که خدا در قرآن خبر داد و این علیکم لحافظین. کرام کاتبین برای هر خدمت شما محافظ فرستادن با شما هست، کاتب کتابت می‌نویسن، یعلمون ما تفعلون، میدونن که شما چیکار میکنید. اگر اونا و طریق اونا را دیسکوش کنن نوشتن هیچ کار کردن نمیتونن. میتونه که رفیقای موجود که شما کارگیری کردن، کردن بهبودی و کمک کردن عقلش فراموش کنن، ولی که نویسنده‌های خدا را فراموش نکنن. خودت رو کار کردن میتونی مردمی که اگر در ضبط اونها خطاگی داشته باشه، ای خطاگی اقرار بکنی من اقر خطا و بکت اینا رضی عنه ایران. هر کسی که بد کرده که داری بعدش نماز خدا را نخوندم، دروغ گفتم،
بی‌پروایی کردم، روزه نخوردم، زکات ندادم، دارو بودم، حج نرفتم، اگه گناهی برای که زنا و عرق و اینا شما مومنی. همین شما که پیش رو بیارم بوده که چون کردم گریه بکنم، خداوند متعال گناه او را میبخشد. و دیگه الندم توبة و التائب من الذنب کمن قبل. کسی از کردن پشیمون شود، ندم پشیمونی از گناه این خودش توبه است. کسی که توبه کرده باشه در نزد خدا مامون است که گناه نکرده. خداوند خودش یک ارحم الراحمین است، بخشنده و مهربان است. خداوند از همه پدر، از همه مادر، از همه فرزند در برابر پدر مادر دیده رحیم و مهربان است. همین یک بار اشک پشیمانی، یک بار آهی ندامت، یک بار برگشتن و گناه و نزد خدا اقرار شدن پشیمانی، خدا پروردگار گناه را میبخشد. برای همین هیچ انسان خطا از سهو از گناه نیست، آری باشه نیست، گناه نیست. برای همین دونستن در کار، پیش او آمدن در کار، همین که پیش از اینکه میگیرانت خودت اومدن در کار، پیش از اینکه دیگران در حق تو دعای توبه و دعای بخشش میکنن، خودت بیا توبه و دعا بکن. خودت خوبتری، خودت هر یک انسان دلسوزتر. میگه کسی نمیتونه پشتی طرف بخوره اونچنانی که ناخونی تو میخوره، ولی ای تحقیل نمیخوره. برای همین کسی را که میبیاید فکرش چون برگزای در حق دعای از تحقیل هم نیست، خودت از تحقیل بکنی، برای گناه خودت کردی و از خدا خودت خواهشی چی هستی. برای همین اکدونو همین باقی از باقی جنت های داخلی بشوید. خب میوه های جنت سبحان الله الحمدلله الله اکبر ذکر است بگش. خب میشه امر معروف و نهی منکر دست بکنید، هر چیزی که فهمیده عمل بکنید. همین که در باقی جنت در مسجدها هستن انسان صاحب جنت میشه، این امر معروف و نهی منکر. مرد صالح جامعه شوید، انسان داخل بشوید که هر کدام ما شما حضرت عمر هم همین دفعه گفته، حضرت علی هم گفته است که هر بش میفرماید حاسبو قبل ان تحاسبو. شما خودتون حساب کتاب کنید تا که حساب کتاب تو میکنن. پیش از اینکه شما حساب کتاب کردید خودت هر شب ز خود بپرس اگر مردی امروز چیکار خیر نیکی برای خلق یا برای خودت کردی. همین حاسبو همین است. اگر امروز خودت حساب کردی خشاب حالت حمد خدا را بگویید، خدا توفیقم داد که مثلا کار خیر ثواب کردم. اگر دست به خطای به گناه بدی از کردن پیش از اینکه خواب بمونی، همین مرگ اخواه نیم مرگش میگن، مرگ اصغرش میگن. بسا اوقات میشه انسان اخوابش نمیخوزد، میدونم بیداری میکنه که برای وقت جان و جانان زندگی هست. برای این همین خطا حساب کتاب کنم کاری خیر است، هم با کاری شر بدتری توان نامت بکن. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء و اذا امسیت فلا تنتظر المساء. هر وقتا که خدا عمر داد تا به رحم ضروری منتظر با پگهی نشو. وقتی که پگهی با خدا زنده داشت منتظر با دیگه نشو که توبه میکنم. یعنی هر کدوم ساعت معین که در فرصت است خدا عقل و داده که غنیمت کنه. همین سحر داده از سحر به عبادت، شب داده شب به عبادت کاری بکن که